الله الرحمن الرحیم. درس 3 هفته 2 رو شروع می‌کنیم. جلسه امروزمون در مورد نفوذ مولکولی است و در روابط اصلی مربوط به نفوذ مولکولی رو بیان می‌کنیم و محاسباتی که باید بر مبنای این روابط استفاده بکنیم رو بعداً بیشتر بهش توجه خواهیم کرد. الان نفوذ مولکولی رو بیشتر تعریف کنیم. اگر یادتون باشه ما داشتیم Na مساوی است با CA/C ضرب در Na علاوه NB علاوه JMA که این جمله اولی جمله همرفتی سیستم حرکت همرفتی است و این جمله حرکت نفوذ مولکولی هست. نفوذ مولکولی یک بعدی میتونه باشه، میتونه در چند بعد باشه. اگر در نظر بگیریم که Na مساوی بشه با JA، در چه صورتی این اتفاق خواهد افتاد؟ به شرط اینکه CA/C صفر بشه یا قابل چشم‌پوشی باشه. CA مقدارش در مقابل C خیلی کمه، حاصل ضرب یک عدد کوچک بشه که در مقابل شار مالی نسبی ما بتونیم اینو حذفش بکنیم، یا اینکه نه اصلا این پرانتز Na علاوه NB مساوی با صفر بشه. در صورت Na مساوی خواهد شد با JMA و وقتی در چه ما وقتی که داریم اندازه‌گیری ها رو انجام میدیم به راحتی خواهیم تونست Na یا JMA رو جایگزین کنیم. اگر سیستم یک بعدی باشه، خب قبلا دیدیم سیستم سه بعدی باشه، در واقع JMA قانون فیزیک سه بعدی رو این شکلی نوشته خواهد شد که اگر من بعد y و zش رو حذف کنم خواهد شد منفی دیابل روند سیا به روند x که سیستم یک بعدی هستش. معادله یک بعدی انتقال جبر در شرایط قانون فیک به این شکل هست که الان ملاحظه می‌کنید. این جمله اولی که اینجا دیده میشه، این جمله اول جو حرکت همرفتی هستش و این جمله دوم در واقع حرکت نفوذ مولکولی اسمش میذاریم. پس شار مطلق از جمع دو تا حرکت همرفتی و حرکت نفوذ مولکولی ایجاد شده. رابطه در شرایط قانون فیک صادق است کاربرد داره و یعنی چی؟ یعنی که در واقع قانون فیک زمانی که حرکتمون آشفته نباشه و حالت یک بعدیش هم اینجا نوشته شده. حرکت آشفته نباشه حرکت آرام و حرکت خیلی خیلی آرام که ساکن هست. ساکن به بالا تا قبل از آشفتگی قابل استفاده است. حالا اگر ما شرایط اینطوری انتخاب کنیم، سطح نفوذمون ثابت باشه، شرایط پایا باشه، تابع زمان نباشه، نفوذ یک بعدی و دما را ثابت در نظر بگیریم. دما ثابت یعنی خواص فیزیکی مثل غلظت، در واقع ضریب نفوذ مولکولی و این پارامترهایی که تابع زمان تابع دما هستن تغییر نخواهد کرد. پس اگر رابطه اصلی انتقال جرممون در نظر بگیریم به این شکل است، این رابطه رو میتونیم این جمله همرفتیش بیاریم سمت چپ، بنویسیم Na منفی Na علاوه NB CA/C مساوی است با DAB. این جمله که به این ترتیب مساوی است با منفی دیو. این جمله که به این ترتیب نوشته شده حالا میتونیم ازش انتگرال بگیریم و به این انتگرال به این شکل خواهد شد. این انتگرالی که اینجا هست متغیرها رو جدا کردیم، زدای سمت و غلظت سیاست، چون گفتیم سطح ثابته و سیستم پایا هست، پس Na و NB هم ثابت هستن. میتونیم فقط تغییرات غلظت داریم. CA داره تغییر میکنه، این هم دیفرانسیلش هست DCA. پس ما میتونیم اینجا رابطه رو اینطوری بنویسیم که دیابه C تقسیم بر Na علاوه NB ln مساوی است با Z2 منفی Z1. انتگرالمون به این ترتیب در میاد. Z2 منفی Z1 هم بگیریم مساوی با Z. پس رابطه رو به این شکل خواهد شد. خب تو این رابطه چیکار کردیم؟ آمدیم طرفین ابتدا بر Z تقسیم کردیم، دیابه C Z میشه دیابه C Z. بعد طرفین در یک Na ضرب کردیم، شده Na تقسیم بر Na علاوه NB و در داخل این انتگرال هم Na تقسیم بر Na علاوه NB. اینجا Na تقسیم بر Na علاوه NB رو باید داشته باشیم که بتونیم Na رو به دست بریم. برای اینکه بتونیم این فعالیت انجام بدیم، رابطه انتقال جرمون به این شکل هست که Na، حالا اینجا مجهولمون چیه؟ مجهولمون NB هست. ما باید رابطه بین Na و NB رو به دست بریم. حالت اول در نظر بگیریم، بگیم که NB اون مساوی با صفر هست.
در این حالت NA تقسیم بر NA به علاوه NB مساوی با 1 خواهد شد و جایگزین کنیم 1 رو به جای NA به علاوه NB، خواهیم رسید به این رابطه 1 این یکی 3 منفی CA2 تقسیم بر 3 CA هست میشه 3 منفی CA2 تقسیم بر 3 منفی CA1. خب غلظت کل C مساوی است با CA به علاوه CB ثابته. در نتیجه ما میتونیم به جای CA1 و CA2 مقدارشون قرار بدیم، بنویسیم DAB-C زدم ln CB2 تقسیم بر CB1 و رابطه خیلی ساده این به ترتیب به دست بیاد. حالا حالت دوم اینه که NA به علاوه NB مساوی با 0 بشه. اینجا جمله 0 شده. از این به سرعت میتونیم انتگرال بگیریم و برش بشه DAB زدم CA1 منفی CA2. حالت سوم اینه که واکنش شیمیایی تو سیستممون باشه. NB مساوی است با منفی 2 تا NA. خب اگر جامد داشته باشیم شعار مربوطش 0 خواهد بود، ولی اینجا جامد فرض کردیم نیست، مایع یا گازن. درچه NB مساوی است با منفی 2 تا NA. این از رابطه موازنه شیمیایی سیستم به دست میاد. خب ممکن یه رابطه دیگه داشته باشیم، مثلا آمونیاک به علاوه هیدروژن، اونها ضرایب مولکولیشون فرق میکنه. پس با توجه به ضرایب مولکولی رابطه بین NB و NA به دست میاد. اگر یک مول A یک مول B بده درش خواهد شد NB مساوی با NA، ولی چون اینجا یک مول A 2 مول B داده پس 2 تا A باید استفاده بشه که رابطه. حالا چرا منفی؟ بخاطر اینجا غلظت زیاده، این سمت که برسه غلظت کم میشه، پس انتقال جرم داریم. وقتی که آ تبدیل به ب شد تو ناحیه‌ای که ب به وجود آمده غلظت زیاده میره به سمت برعکس، پس به سمت راست که حرکت کنه آ مثبت داره کم میشه، برای ب برعکسش ب به سمت چپ به سمت آ داره حرکت میکنه پس منفی میشه. خب این درجه NA تقسیم بر NA به علاوه NB مقدار قرار بدیم میشه منفی 1. منفی 1 اینجا قرار بدیم رابطمون قابل حل هستش. پس سه حالت ما برای سیستم میتونیم در نظر بگیریم. حالتهای از موازنه انرژی اینجا استفاده نکردیم که بعضا هم ممکنه اگر ما نتونیم رابطه درستی بین NA و NB بین مثل حالتی که الان خدمتتون گفتم نداشته باشیم، برای اینکه رابطه رو به دست بریم باید موازنه انرژی رو بنویسیم که از جمع موازنه انرژی و موازنه جرم بتونیم رابطه بین NA و NB رو به دست بریم. خب جلسه امروزمون با اینکه یه جلسه کوتاهی هست ولی یه جلسه بسیار مهمه از نظر ریاضی و جلسه آینده با چند مدل این مسئله رو بیشتر تشریح خواهیم کرد. پس ما روابط کلی نفوذ مولکولی رو همین چند تا رابطه بودن، ولی خب فرصت‌های دیگه روی این بیشتر صحبت می‌کنیم.